باید خش تبارم بخیزه. خش تبارم مردمی ونج و خصوصا مردمی شهر وحدت و با خش تبار مصلحت کردیم دیروز تقریبا که اکنون کار کردیم آخرین کار جمع شدن خش تبار در پیش ششم عدل و با همون یک تقریبا 40-50 جوانان شهر وحدت قطعی صحبت کردیم و با تمام خش تبارم که روز پنجشنبه ساعت 14:00 باید در پیش عدل ناحیه فردوسی شهر دوشنبه و باز هم در پیش ششم عدل شهر وحدت جمع می‌شدند مثال. اما علاقه از این چیزا حکومت جمهوری تاجیکستان به حد میترسیده است و در همون ساعت ها علاقه در سایت wkd.tj علاقه در کجا بودن مادر مرا پیشکشی همگان کردند. یعنی رزولتات علاقه شید چون که دولینی از همه طرفه شید چون انگلیسی ها میگویند که every action has a reaction. یعنی مثال وقتی که من با زنم رفته استم یک از در ناموس زنی من دست دراز میکند پس انتظار شود که من جواب میتم یا اینکه وقتی که یک زن دزدی میکنن پس انتظار شوین که با قانون‌های شما هیچ کس کار نمیکنه یگان فلاکت میشود چون این مشکلی ما نیست گناهگار ما نیستیم گناهگار شما این خط سرخ شما گذاشتین پس نگوین که شما مردم فلانی مردم بیسمدانی گناهگار یا که تروریست و اکستریمیستین مادرای ما را خوب بگردن تو که ما هم شما را گفتی یا با که اذیت نتین خش تباری ما شما را اذیت نتیه. برای همین برادران و خواهران بدونین که در آینده و روزهای نزدیک اگر که همین گونه کارها را که بکنه یکم درجه پس از این فلش ماب ها پس از این کارها خش تبار باید از جیان از دختر خاله از دختر عمه از دختر تقوی خود حق دارن طلب کنن که شما دعوت کردین باشه شما در کجا هست همون مسئله که شما تصمیم گرفتگی فردا ساعت 14 جمع شوان بروان بگن سرش بتیه همه خش تبار عبدالرحمن باید که پیش همو ششم عدل وحدت و ششم عدل همو فردوسی بخیزن بروان جمع شوان اما بگن برای چی شما سیزاش بودی چی گناه کرد 307 اخی این بخدا قسم جنایت این کار تهمت میکردگی اینو او همو زنک نگهش که خودش میدونه که وابشه همو به هیچ کاردور نیست همو شکل و صورت همو زنک خودش میگه که ما وابشه با یگون کرد با بچهش بزرگ هم میزد شما چی تیتی هم کرده زی روتون از یو کرده زی پدن حالتو یکی بهترین فکره خش تبار یگون کس حق نداره که اونو رو منع کنه یعنی همین خش تبار حق داره که خش تبار شان دوزیدن البته که مثال در وقتی که آدم که میدزدن گم میشوند بهترین وریانت همین بود که خش تبار ما جمع شود وقتی که علاقه کجا بودن مادر من انیق شد وقتی که همه را نویسوندن و پسان به هم زنگ زدن که تشکری زیاد اونجا هم فهمید مقصد انا گپ که جای کم آمده بود از همین سبب خیلی میبینیم روز آینده اگر چی گپ میشوه اما دعا میکنیم که مادر من و دیگر مسلمان ها از این زندان های رژیم و مردم یادی الله سبحانه و تعالی آنها را آزاد بکند ان شاء الله. خداوند صبر بتیه برای شما و ان شاء الله ما همیشه آماده ایم در هر کاری که برای آزادی مادر باید انجام بدیم ان شاء الله همیشه به ما تکیه کنید اولا متکای ما الله هست ولی هر چه که از ما میآید ان شاء الله که ما آماده ایم برادر عبدالرحمن خداوند برای شما صبر بتیه ان شاء الله که خداوند مادر به روزهای نزدیک آزاد بگرداند و از این چنگال این ظالمان رها کند. ولی نزدیکان برادر عبدالرحمن باید بدونید که رفتن به نزد اداره پلیس این وظیفه و چیزی ایمانی شما است باید حق شهروندی وظیفه ایمانی این چیز اجازه نیست که شما با این تهمت میزنه که خانه شینه. سلامت باشه عبدالرحمن جان. الله تشکر زیاد که ما اومدید بول تو روز نزدیک ان شاء الله.